و مبارزه برای به دست آوردن شاهجایزه سیوم هست. یک شاهجایزه دیگر هم باقی میماند. گمان میکنم به نام میرزا جمیل رمضانوف گذاشته خواهد شد. رقابت آغاز می شود دوستان عزیز. پهلوان هایی که هر دو هم با اعتماد به نفس، با قدرت و توان زیاد در برابر همدیگر مبارزه خواهند برد و ببینیم آیا فخرالدین پهلوان در همان لحظه اول یک امتیازی پهلو می دهد. یکی از اصول های خطرناک فردوس همه پرتاب سر شانه هست. بسیار خوب اجرا میکند این اصول را و بارها با این شیوه پیروز شده است. فردوس از رقابت های بین المللی تجربه دارد در رشته سامبو و هم دستاورد دارد از مسابقات بین المللی در رشته سامبو. استاد ورزشی درجه بین المللی و هم استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان هست. با تعبیر پیران کار یا پیران روزگار دیده، در حالی که همون داوش آمد کند پرتاب بالای شانه یا همون سر شانه رو بسیار به مورد اجرا میکند و مخلصان رو هم خیلی شاد میکند اگر همون اتفاق بیفتد. یک بار اجرا کرد حریف به پهلو افتید. ولی ببینیم که حریف چی قدرت و استعداد دارد در برابر فردوس نسیموف. یک بار دیگر ببینید حلال پرتاب سر شانه به اوج اعلا می درآید. به همین ترتیب فردوس نسیموف با ادای احترام گذاشتن نسبت به حریف دومین نه این سومین شاه جایزه هست که میگیرند. فردوس نسیموف خیلی شاهکاری کرد. واقعا دو بار اجرای اصول کرد، یک بار نشد و مراتبه دوم موفق به کسب پرتاب جذاب و دیدنی سر شانه شد.